میخوای پیج تو حرفه‌ای استارت بزنی؟ تو این ویدیو با اون باش. اگه میخوای یه پیج حرفه‌ای استارت بزنی، اول از همه میریم سراغ نیمش. برای نیم پیج اینستاگرامتون باید موضوعی رو داشته باشید که دارید روش فعالیت میکنید، یعنی به ژانرتون بستگی داشته باشه. اگه کار فروشگاهی داری انجام میدی، میتونید بزنید فروشگاه آنلاین مثلا X. خب این گزینه اول. بعد از این موضوع میریم سراغ گزینه دوم، یعنی یوزرنیم پیجتون باید چه قابلیت‌هایی داشته باشه؟ باید کوتاه باشه، لپ مطلب رو ادا کنه و بتونه برای شما با نوشتار خاص باشه که فقط با اون نوشتار پیج شما رو داشته باشه. یادتون باشه از آندرلاین نقطه داخل یوزرنیمتون استفاده نکنید، چون اصلا کار حرفه‌ای نیست. برای پیج اصلیتون چند تا زیر مجموعه و فن پیج بسازید که تو ویدئوی بعدی بهتون آموزش میدم که این فن پیج ها و زیر مجموعه ها به چه دردتون. میریم سراغ بایو پیجتون. بایو پیجتون باید به مخاطبتون این رو برسونه که شما چه خدماتی رو دارید ارائه میدید و چه مزیتی نسبت به رقباتون دارید که شما رو باید فالو داشته باشید و خصوصیات کلی خدمات و کار و فروشگاهی که دارید رو باید داخل این بایو کامل بنویسید. از هشتگ توی بایو استفاده نکنید، به خاطر اینکه تاثیرش صفره، فقط پیجتون رو زشت می‌کنه. و از ایموجی های مختلف استفاده کنید که بایو جذابی داشته باشید. انتهای بایو حتما شماره تماستون رو بذارید. در کنار این موضوع میتونید دکمه تماس رو هم توی پایین بایو فعال کنید. اگه پیج فروشگاهی دارید یا دارید خدماتی رو ارائه میدید، توی بخش وبسایت حتما آدرس سایتتو بزن. اگه سایت نداری حتما سایت طراحی کن برای خودت. اگر هم سایتی موجود نیست در حال حاضر و فعلا نمیتونی طراحی کنی، میتونی چنل تلگرام یا چنل یوتیوب تو اون قسمت قرار بدی. چنل تلگرام و یوتیوب خیلی میتونه بهت کمک کنه، فقط حواست باشه اسمی رو که برای یوزرنیمت انتخاب کردی همون اسم رو توی چنل هات هم به کار ببر که تو ذهن مخاطب بتونه این کمک رو کنه که بتونه به شما سریعتر برسه. از آپارات، تماشا، نماشا، توییتر و شبکه‌های اجتماعی و سایت‌هایی که میتونن بهت کمک کنن و چنل بهت میدن غافل نشو، ولی اونا رو میتونی تو هایلایت بذاری که بهت کامل اینا رو تو ویدیوهای بعدی توضیح میدن. این پست هم مثل پست قبلی مسابقه داره، شرایطش رو تو کپشن زدیم. امیدوارم شما برنده باشید.